وصیت 41 فضیلت تقوای خداوند. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم: ای پیغمبر خدا، مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تو را به تقوای خدا وصیت می نمایم، زیرا سرچشمه تمام کارهاست. گفتم: ای پیغمبر خدا، باز وصیتم نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قرائت قرآن، ذکر خدا را بر خود لازم نما، زیرا آن نور تو در زمین و ذکر تو در آسمان، یعنی بین فرشتگان می باشد. روایت ابن حبان. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم: قرآن را بخوانید، زیرا آن روز قیامت برای صاحبش چون شفاعت کننده می آید. بخوانید دو زهراوین را، یعنی سوره بقره و آل عمران را، زیرا این دو سوره روز قیامت مثل دو پارچه ابر یا دو سایه است، یا مثل دو قطار سیله پرندگانی که بالای صاحبانشان دور میزنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا از برنمودن آن برکت است، ترک آن حسرت است و ساحران توان حفظ آن را ندارند. روایت مسلم. از عبدالله پسر عمرو پسر عاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای قاری قرآن روز قیامت گفته می شود: بخوان و بالا رو و با تدبر تلاوت نما، آنگونه‌ای که در دنیا تلاوت با تدبر می نمودی، زیرا منزلت تو در آخرین آیتی که می خوانی می باشد. روایت ترمذی و ابو داود.